Okay, so we have reached John chapter 13 in our studies. در مطالعاتمون به یوحنا باب 13 رسیدیم. And last week we looked at the first part of the chapter when Jesus Christ washed his disciples' feet. و هفته گذشته به قسمت ابتدایی باب پرداختیم که عیسی مسیح پاهای شاگردانش رو شست. So we'll just pick up on the thoughts that we were following last week. و ادامه میدیم اون چرا که از هفته گذشته دنبال میکردیم رو. Now remember that the evening being described in John chapter 13 به یاد بیاریم اون غروبی که در یوحنا باب 13 توصیف شده بود was the evening where Jesus Christ first shared bread and wine with his disciples. اون غروبی بود که عیسی مسیح برای اولین بار اون نان و شراب رو با شاگردانش به اشتراک گذاشت. And when he commanded his disciples that this is how they should remember him. و زمانی بود که ایشون به شاگردان دستور داد که این شیوهی هست که اونها بایستی ایشون رو به یاد بیارن. So we have the same evening described in each of the Gospels. پس ما در تمامی اناجیل این غروب رو داریم به صورت مشترک. If we turn to Luke chapter 22, که میریم به لوقا باب 22 then we can see part of Luke's description of this same occasion. و میتونیم ببینیم قسمتی از توصیفات انجیل لوقا رو برای این واقعه. Now, Luke tells us that during that evening in the upper room, که انجیل لوقا به ما میگه که در طول اون غروب در اتاق بالایی the disciples argued with each other. شاگردان با هم دیگه به بحث و مشاجره میپرداختند. And they were discussing which of them was the greatest. و اونها داشتن بحث میکردن که کدوم یک از اونها بزرگترین میان اونهاست. That was something that they had argued about at different times during the ministry of Jesus Christ. و این چیزی بوده که اونها در طول وزارت سرور عیسی مسیح بارها به بحث و مشاجره نسبت به اون پرداخته بودن. So can we read Luke chapter 22 from verse 24 to verse 27, please? بریم به لوقا باب 22 آیه 24 تا آیه 27 رو با هم بخونیم. نیز جدالی میانشان در گرفت در این باره که کدام یک از ایشان بزرگتر است. عیسی به ایشان گفت پادشاهان دیگر قومها بر ایشان سروری میکنند و حاکمان ایشان ولی نعمت خوانده میشوند، اما شما چنین مباشید. بزرگترین در میان شما باید همچون کوچکترین باشد و رهبر باید همچون خادم بود. زیرا کدام یک بزرگتر است، آنکه بر سفره نشیند یا آنکه خدمت کند؟ آیا نه آنکه بر سفره نشیند؟ اما من در میان شما همچون خادم است. So Jesus Christ tells his disciples that arguing about which of them was the greatest was not something that they should do. که عیسی مسیح به شاگردانش داره میگه که داره باشون بحث میکنه که بزرگترین اونها اونی نیست که بزرگ به نظر میرسه. That the followers of Jesus Christ relate to each other in a very different way to other people. که شاگردان پیروان عیسی مسیح به همدیگه مرتبط هستن به شیوه کاملا متفاوت نسبت به دیگران. In the world in which we live, people have ambitions for important positions. در جهانی که ما زندگی میکنیم آدم‌ها اون به اصطلاح اقتدار، اون تمایل جاه طلبانه رو در مورد مسائل و موقعیت‌ها دارن. And that's always been the case, that throughout history, kings and lords have liked to have authority over other people. و این همواره این گونه بوده که در طول تاریخ پادشاهان و سروران خواهان اقتدار و حاکمیت بر مردم بودند. But Jesus Christ specifically says that his disciples should not behave like that. اما عیسی مسیح به صورت ویژه میگه که شاگردان ایشون نبایستی به این گونه رفتار کنند. That somebody who is greater should behave like a younger person.
کسی که بزرگتر هست بایستی مثل شخصی جوانتر کم سن و سالتر رفتار کنه. A younger person is usually expected to serve those who are older. یک فرد جوانتر معمولاً ازش انتظار میره که خدمتگزاری کسانی که سن و سالشون بالاتر هست رو بکنه. Those who are greatest amongst the followers of Jesus Christ must be prepared to behave like someone younger. و کسانی که بزرگترین هستند در میان پیروان عیسی مسیح بایستی آماده باشن که به شیوه رفتار بکنن که انگار جوانترین میان اونها هست. And somebody who is first or has a leading position amongst the followers of Jesus Christ must be prepared to serve. و کسانی که در اون موقعیت رهبری در میان پیروان عیسی مسیح هستند بایستی آماده خدمتگزاری باشند. And in Luke chapter 22 verse 27, در لوقا باب 22 آیه 27 then Jesus Christ refers to the way in which he had washed his disciples' feet earlier that evening. عیسی مسیح رجوع میکنه به شیوهی که ایشون پاهای شاگردانش رو در ابتدای غروب شسته بود. So this verse seems to refer to the account in John chapter 13 that we looked at last week. و این آیه اینگونه به نظر میرسه که رجوع میکنه به اون واقعه در یوحنا باب 13 که هفته گذشته بهش پرداختیم. And Jesus Christ said, well, which person is greatest? و عیسی مسیح میگه خب چه کسی بزرگترینه؟ The person who sits at the table eating his meal, کسی که بر میز و صندلی نشسته و داره غذای خودش رو میخوره، or the person who as a servant prepares and brings him his food. و یا کسی که به عنوان خدمتگزار غذا رو آماده میکنه و نزد ایشون میاره. And the answer, of course, would be that, well, the person who is sitting at the table eating is the greater of the two. و جواب این البته این خواهد بود که اون کسی که نشسته و منتظر غذاست و داره غذا رو صرف میکنه. But Jesus Christ said, I am among you as someone who serves. اما عیسی مسیح میگه که من در میان شما مثل کسی هستم که خدمتگزاری میکنه. And earlier that evening, he had performed the most lowly duty by washing their feet. و در ابتدای اون غروب ایشون این کار رو انجام داد با شستن پاهای اونها. So great as he was, even being the Son of God, پس ایشون حتی با اینکه پسر خدا بوده و بزرگترین بوده، Jesus Christ lived a life of service. عیسی مسیح یک زندگانی بر مبنای خدمتگزاری رو زندگی میکرد. A service that led him to give his life upon the cross. خدمتگزاری که ایشون باعث شد که زندگیش رو بر صلیب فدا کنه. And that was the extent of his humility, how far he was prepared to go. و این اون ابعاد فروتنی عیسی مسیح بوده که چقدر آماده بوده وسیع باشه. And that's the example that he has left for us to follow. و این نمونه‌ای هست که ایشون برای ما باقی گذاشته که ادامه بدیم و پیروی کنیم ازش. So it is not appropriate for his followers to discuss which of them is the most important. پس این مناسب نیست برای شاگردان و پیروان عیسی مسیح که بحث و گفتگو بپردازن که کدوم یک از اونها اهمیت بیشتری داره و بزرگتره. The followers of Jesus Christ should not seek for positions of authority or titles. پیروان عیسی مسیح نباید دنبال موقعیت‌های اقتدار و عناوین و اینها باشند. They have to try and develop the same type of humility that Jesus Christ displayed. اونها باید تلاش کنن و توسعه بدن اون نوع از فروتنی رو که عیسی مسیح توصیف کرده. Now, if we go back to John chapter 13, اگر برگردیم به یوحنا باب 13 and we can read verse 16, please. بریم آیه 16 رو با هم دیگه بخونیم.
آمین آمین به شما میگویم نه غلام از ارباب خود بزرگتر است نه فرستاده از فرستنده خود. So Jesus Christ says amen, amen, emphasizing the importance of what he has to say. عیسی مسیح در اینجا از واژه آمین آمین استفاده میکنه برای تاکید بر اهمیت اونچه که داره میگه. The servant is not greater than his Lord. اون غلام بزرگتر از ارباب خودش نیست. And we are the servants of Jesus Christ. و ما غلامان عیسی مسیح هستیم. So Jesus Christ was prepared to serve. عیسی مسیح آماده خدمتگزاری بود. Then his servants should be even more ready to serve. که خدمتگزاران اون بایستی حتی آماده تر باشن برای خدمتگزاری. That those who are sent are not greater than the one who sent them. که کسانی که فرستاده شدن بزرگتر از کسی که اونها رو فرستاده نیست. And followers of Jesus Christ are sent with a message. و پیروان عیسی مسیح با یک پیغام فرستاده شدن. They are sent with the message of salvation in the gospel. اونها با پیغام نجات در انجیل فرستاده شدن. None of them are great like Jesus Christ. هیچ کدام از اونها بزرگ نیستن مثل عیسی مسیح. So they all should have a small opinion about themselves. اونها بایستی یک نظر کوچکی در مورد خودشون داشته باشن. And be ready to serve others so that the work of the gospel can move forward. و آماده باشن که خدمتگزاری دیگران رو بکنن که اون کارها و فعالیت‌های انجیل پیش بده. But notice there is another implication in verse 16. توجه کنیم که یک موضوع دیگری در آیه 16 هم وجود داره. We have pointed out before that one of the ways in which John's gospel most frequently refers to Jesus Christ. ما قبلا یکی از راه‌هایی که انجیل یوحنا نسبت به عیسی مسیح بارها بهش رجوع میکنه رو بهش پرداختیم. Is that he was sent by God. که این هست که ایشون توسط خدا فرستاده شده. If you read John chapter 13 and verse 20, you can see an example in this chapter. اگه یوحنا باب 13 و آیه 20 رو بخونیم میتونیم مثال این رو در این باب هم ببینیم. آمین آمین به شما میگویم هر که فرستاده مرا بپذیرد مرا پذیرفته و هر که مرا پذیرفت فرستنده مرا پذیرفته است. So Jesus speaks about the one who sent him. پس عیسی در اینجا در مورد اون که ایشون رو فرستاده فکر میکنه. And that person is of course God, his Father. و اون شخص البته خدا پدر ایشون هست. So just notice the implication then of verse 16. فقط توجه کنیم به اون موضوع در آیه 16. The one who is sent is not greater than the person who sent him. کسی که فرستاده شده بزرگتر از کسی که ایشون رو فرستاده نیست. So the fact that God sent Jesus Christ, این واقعیت که خدا عیسی مسیح رو فرستاده and it was God who gave Jesus Christ his work to perform, و این خدا بود که به عیسی مسیح اون فعالیت‌ها و کارها رو داد که انجام برسونه. once again confirms that God is greater than Jesus Christ. بار دیگه ثابت میکنه که خدا بزرگتر از عیسی مسیح است. Jesus Christ never claimed to be God or to be equal with God. عیسی مسیح هیچ وقت ادعا نکرد که خدا باشه و یا برابر با خدا باشه. He always described himself as the Son of God. ایشون همواره خودش رو به عنوان پسر خدا توصیف میکرد. And reflected the obedience of a faithful son to his father. و بازتاب میداد اون عبودیت و مطیع بودن یک پسر ایماندار و مطیع نسبت به پدر رو. In many small ways, Jesus Christ just confirms the truth of the Bible. به شیوه هایی متفاوت عیسی مسیح اون حقیقت کتاب مقدس رو تایید میکنه. That there is only one God, the Father. که تنها یک خدا پدر وجود داره.
and that Jesus Christ is his son and less than God. و عیسی مسیح پسر ایشون هست و کمتر از خداست. But notice now an interesting feature about what those two verses tell us about the followers of Jesus Christ. توجه کنیم به یک اتفاق جالبی که اون دو آیه در مورد پیروان عیسی مسیح به ما میگن. We know that Jesus Christ is greater than his followers. ما میدونیم که عیسی مسیح بزرگتر از پیروانش هست. His followers are servants to Jesus Christ. و پیروانش خدمتگزاران عیسی مسیح هستند. And they need to develop the humility that Jesus Christ showed. و اونها نیازه که اون فروتنی که عیسی مسیح نشون داده رو به نمایش بگذارن. But he has sent them to tell people about his saving work. و ایشون اونها رو فرستاده که در مورد اون کارهای نجات بخشش به مردمان بگن. And he says in verse 20 that anybody that receives one of his servants receives him. و در آیه 20 میگه که هر کسی یکی از اون خدمتگزاران رو دریافت کنه و باهاش برخورد کنه انگار با من برخورد کرده و من رو دیده و من رو دریافت کرده. And if somebody is ready to receive Jesus Christ, then they receive his Father who sent him. و کسی که آماده است که عیسی مسیح رو تحویل بگیره اون پدر خدایی که ایشون رو فرستاده رو تحویل گرفته. Because Jesus Christ was representing and acting for his Father. چرا که عیسی مسیح نماینده بود و از جانب پدرش عمل میکرد. And when his followers act faithfully, they are representing and acting for Jesus Christ. وقتی که شاگردان ایشون و پیروان ایشون با ایمان رفتار میکنن و عمل میکنن بیان کننده عیسی مسیح هستند. So they come in a sense with the authority that God has given to Jesus Christ. پس اونها به شیوهی با اون اقتداری که خدا به عیسی مسیح داده میاد. Because they have in their teaching the information that can provide eternal life. چرا که در تعالیمشون اون اطلاعاتی که میتونه اون حیات جاودانه رو مهیا سازه رو داره. So that followers of Jesus Christ are in a way in a strange position. پس پیروان عیسی مسیح در یک موقعیت عجیب وجود قرار داره. On the one hand, they need to be very humble people. در یک طرف اونها نیازه که آدمای بسیار فروتن باشن. But on the other hand, they are representing a tremendous authority. اما از جانب دیگر اونها بیان کننده یک اقتدار بسیار بسیار قوی هستند. Even the authority that God has delegated to Jesus Christ. و حتی اون اقتداری که خدا به عیسی مسیح واگذاشته بود. Yeah, they have a big responsibility to fulfill. اونها مسئولیت بزرگی دارند که به انجام برسونند. Now, of course, in this setting, when Jesus Christ was eating with his disciples, البته در این اتفاق در این نشست که عیسی مسیح با شاگردانش داره غذا میخوره. There was one of those disciples who had failed in their responsibility. یکی از اون شاگردان در اون مسئولیتی که بهش واگذار شده بود شکست خورد. Jesus Christ had spoken about cleaning his disciples. عیسی مسیح در مورد پاکیزه کردن شاگردانش داشت صحبت میکرد. When he explained the meaning of washing their feet. وقتی که معنای شستن پاهاشون رو براشون توضیح داد. And in verse 10 of John chapter 13, he had said that his disciples were clean. و در آیه 10 یوحنا باب 13 ایشون گفت که شاگردانش پاک هستند. And then he had added, but not everyone. و ادامه داد و اضافه کرد که نه همه اونها. Because he knew that Judas Iscariot had failed. چرا که میدونید یهودا اسخریوطی در اینجا شکست خورده. And was going to fail in a very big way. و به شیوه بسیار بزرگ شکست خورده بود. By betraying Jesus Christ. با خیانت به عیسی مسیح. So in the same group of verses that we've been looking at between verse 16 and verse 20. در اون دسته آیاتی که بین آیه 16 تا آیه 20 بهش نگاه انداختیم. Then let's just read verses 17 and 18.
بریم آیات 17 و 18 رو با هم بخونیم. اکنون که اینها را می‌دانید خوشا به حالتان اگر به آنها عمل کنید. آنچه میگویم درباره همه شما نیست، من آنها را که برگزیده‌ام میشناسم، اما این گفته کتب مقدس باید به حقیقت بپیوندد که آن که نان مرا میخورد با من به دشمنی برخاسته است. So Jesus Christ says that his followers would be happy. عیسی مسیح میگه که پیروان ایشون خوشحال خواهند بود. That if they are able to follow the example that he has given them. اگه اونها قادر باشن اون نمونه و مثالی که ایشون به اونها داده رو پیروی کنن. That will make them happy in their service, happy in the job they are doing for him. و اونها اون اتفاق اون پیروی کردن اونها رو در خدمتگزاری ها و کارهایی که انجام میدن خوشنود و خوشحال خواهد کرد. But he wasn't speaking to all of them. اما ایشون منظور و خطابش با همه اونها نبود. He was only speaking to 11 of his disciples. ایشون تنها با 11 نفر از شاگردانش صحبت میکرد. Because he knew that there was one who had chosen a different way. چرا که ایشون میدونه یکیشون هست که راه متفاوتی رو پیش گرفته و انتخاب کرد. And that was Judas Iscariot. و اون یهودا اسخریوطی بود. And he makes a quotation from the book of Psalms, Psalm 41. و یک نقل قولی از کتاب مزامیر باب 41 هم در اینجا داره. Which spoke about the way that one of his close friends که داره در مورد شیوهی که یکی از دوستان نزدیکش who shared his food and sat at the same meal table که غذای ایشون رو به اشتراک میذاره و در همون سفره‌ای که با هم بر سر یک سفره با هم نشستن would be against him. که علیه ایشون خواهد بود. So that the Bible had prophesied that one of his disciples would betray him. پس کتاب مقدس پیشبینی کرده که یکی از اون شاگردان ایشون به ایشون خیانت خواهد کرد. That was part of God's purpose or God's plan with Jesus Christ to be achieved. و این بخشی از اون هدف خدا و برنامه خدا بوده که با عیسی مسیح به انجام برسه. Jesus Christ was pointing out to all his disciples that he knew that would happen. عیسی مسیح داره با تمامی شاگردانش به اصطلاح اونها رو مورد خطاب قرار میده که میدونه این اتفاق خواهد افتاد. The other disciples didn't understand what was happening at that time. بقیه شاگردان نمیفهمیدن که چه اتفاقی در اون زمان قرار بیفته. But Jesus Christ pointed out so they would understand later. اما عیسی مسیح بهش اشاره کرد که بعداً اون رو درک کنن و بفهمن. That he had done these things knowingly. و اینکه ایشون این کارها رو به انجام رسونده. He had cooperated with God's plan. که ایشون با برنامه خدا به اصطلاح همراهی و همیاری کرد. And when they understood later, then it would be an encouragement for the disciples to believe. و وقتی که اونها در ادامه میفهمیدن یک تشویق به اصطلاح یک حالت تشویق مانند بوده برای شاگردان که ایمانشون بیشتر بشه. When they understood the way in which the prophecies of the Old Testament had been fulfilled in the life of Jesus Christ. زمانی که اونها فهمیده بودن که اون پیشگویی عهد عتیق در زندگانی عیسی مسیح بایستی به انجام برسه. And the same thing is a big encouragement for each of us. و به همون شیوه یک تشویق یک حالت مشوقی برای تک تک ما محسوب میشه. The Old Testament contains a lot of prophecies about the life of the Messiah. عهد عتیق شامل پیشگویی‌های بسیاری در مورد زندگانی مسیح بوده. Many of them were things that were done to the Messiah. بسیاری از اونها اتفاقاتی بوده که برای مسیح افتاده. Things over which the Messiah would have no control. چیزهایی که اتفاقاتی که در اونها عیسی مسیح هیچ کنترلی براش نداشته. And when we compare the things that happened with the life of Jesus Christ with the things that were prophesied, و وقتی ما چیزهایی که در زندگانی عیسی مسیح اتفاق افتاده با چیزهایی که پیشگویی شدن رو با هم دیگه مقایسه می‌کنیم، we can see that everything that the Bible had said was fulfilled in his life.
ما میتونیم ببینیم که هر آنچه که کتاب مقدس گفته در زندگان ایشون محقق شده. A remarkable testimony to the truth of the Bible. یک به اصطلاح یک آزمایش و یک تست حقیقت کتاب مقدس هست این موضوع. And a confirmation that Jesus Christ is indeed the Savior provided by God. و یک تأییدیه که عیسی مسیح در واقع اون نجات دهنده که توسط خدا مهیا شده است. Well, thinking about the fact that he would be betrayed troubled Jesus Christ. فکر کردن در مورد این واقعیت که ایشون بهش خیانت میشه عیسی مسیح رو براش مشکلاتی ایجاد کرد. He fulfilled what his father asked him to do. ایشون محقق ساخت به انجام رسوند آنچه رو که پدرش ازش خواسته بود که انجام بده. But it was not easy for Jesus Christ. اما این برای عیسی مسیح آسون نبود. It was hard to accept the pain and the mistreatment that would come upon him. این برای ایشون سخت بوده که اون درد، اون دشواری و رنجی که برش وارد میشد رو تحمل کنه. It was hard to accept the rejection of others. این به اصطلاح دشوار بوده که رد کردن ها و دست به سینه زدن های از طرف دیگران رو قبول کنه. It was hard to accept the mockery and the humiliation that would be put on him. و دشوار بوده که اون تمسخرها و به اصطلاح نیشخندهایی که نسبت به ایشون انجام میشد رو تحمل کنه و بپذیره. He shared all the human feelings and temptations that we experience. ایشون تمامی احساسات انسانی و وسوسه هایی که ما تجربه میکنیم رو داشته و به اشتراک گذاشته. And yet he was able to overcome his own desires and his own instincts to obey God's will. و ایشون قادر بوده که غلبه کنه بر تمایلات و اون طبیعتی که داشته برای اطاعت از خدا. And as he was troubled, then he spoke openly to his disciples. و دچار مشکلی شده که در اینجا به صورت کاملا شفاف با شاگردانش صحبت می‌کرده. Telling them that one of them would betray him. که به اونها بگه که یکی از اونها بهش خیانت خواهد کرد. And the disciples, we are told in other gospels, و شاگردانش در مورد اناجیل دیگه باش صحبت میکنن. ask the question, is it me? و ازش سوال میپرسن که آیا این منم؟ It says something good about the character of the disciples. و این بیان کننده چیزی مناسب و خوب در مورد شخصیت و منش شاگردان هست. That they didn't immediately think it must be somebody else. که اونها فوراً فکر نکردن که بایستی شخص دیگری باشه. But they recognized their own weakness and the possibility that they might fail. اما تشخیص دادن ضعف خودشون و امکان این که اونها ممکنه شکست بخورن و در این مسئله این اتفاق براشون بیفته. So they asked the question, is it me? پس این سوال رو پرسیدن که آیا این منم؟ It's not good for us to think that we are stronger in our faith than other believers. این برای ما درست خوبی است که ما فکر کنیم که در ایمانمون نسبت به بقیه ایمانداران قوی‌تر هستیم. We are all human men and women. همه ما انسان هستیم، زن و مرد. There are times when we commit sin. اوقاتی هست که دچار گناه میشیم. It is possible for any of us to fail. ممکنه برای هر یک از ما که شکست بخوریم و زمین بخوریم. We need the wisdom that comes from God's words. نیازمند اون خردی هستیم که از کلام خدا ناشی میشه. And we need the strength that God in his mercy provides to us. و اون قدرت و اون استقامتی که خدا و رحمتش برای ما مهیا میسازه رو نیازمندیم. We need to trust in God and not in ourselves. ما نیازه که به خدا اعتماد کنیم و نه به خودمون. So it's better to say, is it me, like the disciples did?
پس این بهتره که بگیم آیا این منم مثل اونچه که شاگردان انجام دادن than to assume that we are better or stronger than other believers. تا اینکه فرض کنیم که ما بهتر و قوی‌تر از بقیه ایمانداران هستیم. Left to our own strength, we are nothing. بر اساس استقامت خودمون ما چیزی نیست. And the disciples discussed among themselves who Jesus was talking about. و شاگردان در میان خودشون به بحث و گفتگو پرداختن که عیسی مسیح داره در مورد کی فکر میکنه. John chapter 13 tells us that Peter spoke to another disciple. یوحنا باب 13 به ما میگه که پتروس با یکی از دیگر شاگردان داره صحبت میکنه. The other disciple was sitting the closest to Jesus Christ at the table. بقیه شاگردان به صورت نزدیکتر در میز غذا نسبت به عیسی مسیح نشسته بودند. And we believe that disciple was John who wrote this gospel. و ما معتقدیم اون شاگرد یوحنا بوده که این انجیل رو نوشته. And Peter asked John to ask Jesus Christ who he was speaking about. و پتروس از یوحنا میخواد که از عیسی مسیح بپرسه ایشون داره در مورد کی صحبت میکنه. And Jesus told him, well, it's the person that I'm going to give a piece of bread after I have dipped it. و عیسی مسیح میگه که اون فردی هست که من تکه نان رو بهش میدم بعد از اینکه اون نان رو جدا کردم. He dipped a piece of bread and gave it to Judas. و یک تکه نان رو جدا کرد و به یهودا داد. In the Jews' Passover meal, در وعده غذایی پسح یهودی then one of the things that they eat are some bitter herbs. یکی از چیزهایی که اونها استفاده میکنن و میخورن یک گیاه تلخ ماننده. Those bitter herbs remind them of the hard and bitter slavery they experienced in Egypt. و اون گیاه تلخ مانند یادآوری اون شرایط سخت و دشوار و تلخی که در دوره بردگی در مصر داشتن رو براشون داره. And as part of their Passover meal, the father, who is the head of the table, puts a piece of bread in those bitter herbs. و در بخشی از اون وعده غذایی پسر اون کسی که به اصطلاح پدر هست و اون وعده غذایی رو داره مدیریت میکنه بخشی از اون گیاه تلخ رو هم بر سر سفره میگذاره. So the action of Jesus Christ was similar to that action in the Jewish Passover meal. و رفتار عیسی مسیح شبیه اون رفتار در عید پسح یهودی بوده. But Jesus Christ wasn't thinking about the bitter experience of Israel in Egypt. اما عیسی مسیح در مورد اون تجربه های تلخ بنی اسرائیل در مصر فکر نمی‌کرد. He was thinking of the bitter experience that was ahead of him. ایشون در مورد اون تجربه های تلخی که در روبروش قرار داشت فکر می‌کرد. When he would be mistreated and killed after Judas betrayed him. وقتی که ایشون باهاش بد رفتار میشد و کشته میشد بعد از اینکه یهودا بهش خیانت کرد. And he gave that piece of bread to Judas. و ایشون اون تکه نان رو به یهودا داد. And said to him, what you're going to do it quickly. و بهش گفت که اون چه که میخوای انجام بدی رو سریعا انجام بده. We find that in verse 27. اون رو در آیه 27 میابیم. And then John goes on to say that the other disciples did not understand what Jesus Christ meant. و یوحنا در ادامه میگه که بقیه شاگردان نفهمیدن که عیسی منظورش چی بود. Remember that Judas Iscariot had the responsibility of looking after the money. یاد بیاریم که یهودا اسخریوطی مسئولیت مراقبت از پولها رو بر عهده داشت. Some of them thought that Jesus Christ was sending him to buy something. بعضی ها فکر کردن که عیسی مسیح داره ایشون رو میفرسته که چیزی بخره.
or to give a welfare donation to the poor. و یا اینکه به یک آدم فقیری مقداری پول اهدا کنه. But Jesus Christ knew that he was going to betray him. اما عیسی مسیح میدونست که ایشون داره میره که بهش خیانت کنه. Could you read John chapter 30 and verse 30 please? یوحنا باب 13 و آیه 30 رو با هم دیگه میخونیم. پس از گرفتن لقمه یهودا بیدرنگ بیرون رفت و شب بود. That immediately after Judas had received that piece of bread, که فوراً بعد از اینکه یهودا اون لقمه و اون تکنان رو گرفت، that was part of the meal that was still being eaten. و بخشی از اون غذایی بود که بایستی خورده میشد. He went out. ایشون بیرون رفت. And the gospel tells us it was night. و انجیل به ما میگه که شب بود. Well, of course it was night. This was a meal that was being eaten at night. البته که شب بوده، این غذایی بوده که در غروب و در شب خورده میشده. But the gospel is just reminding us that the dark clouds are gathering around Jesus Christ. اما انجیل برای یادآوری میکنه که اون ابرهای سیاه و تیر اطراف عیسی مسیح حلقه زدن. That the time of his suffering was very close. که زمان رنج کشیدن ایشون بسیار نزدیک بوده. And with the departure of Judas, then event had started that would lead directly to his death. و با خروج یهودا اون اتفاق آغاز شد که مستقیما به مرگ عیسی مسیح انجامید. Now let's read verses 31 to 33 please. آیات 31 تا 33 رو با هم دیگه بخونیم. پس از بیرون رفتن یهودا عیسی گفت اکنون پسر انسان جلال یافت و خدا در او جلال یافت. اگر خدا در او جلال یافت پس خدا نیز او را در خود جلال خواهد داد و او را بیدرنگ جلال خواهد داد. فرزندان عزیز، اندک زمانی دیگر با شما هستم، مرا خواهید جست و همان گونه که به یهودیان گفتم اکنون به شما نیز میگویم که آنجا که من میروم شما نمیتوانید آمد. Jesus Christ was talking about his death. عیسی مسیح داره در مورد مرگ خودش صحبت میکنه. He speaks to his disciples in a very gentle way. ایشون با شاگردانش به شیوهی کاملا محترمانه صحبت میکنه. He called them little children. ایشون با اونها میگه فرزندان کوچک. Which shows the care that he had for them. که نشان دهنده اون مراقبتی هست که ایشون برای شاگردان داشته. And he knew how difficult the next few days would be for his disciples. و ایشون میدونست که چقدر وقتی چند روز آینده برای شاگردانش دشوار خواهد بود. Because they did not yet understand the need for his death. چرا که اونها هنوز درک نکرده بودند اون به اصطلاح نیاز برای مرگ ایشون رو. And as earlier in the gospel he had said, where I go you cannot come, he now repeated it. و در ادامه در آغاز عیسی مسیح در انجیل ایشون بیان کرده که اون جایی که من میرم شما قادر نیستید بیاید. He was talking about his death. ایشون داره در مورد مرگ صحبت میکنه. He was talking about going to the grave. ایشون در مورد رفتن به گور صحبت کرد. A place where his disciples would not be with him. جایی که شاگردان قادر بودن با ایشون نخواهند. But he had also said that through the events that had started, God would be glorified. اما ایشون میگه که از طریق اون اتفاقی که رخ داده خدا جلال خواهد یافت. Because the obedience of Jesus Christ would give glory to his Father. چرا که عبودیت سرور عیسی مسیح به اون جلال رو به خدا میده. It would demonstrate God's righteousness. بیان کننده اون عدالت و پرهیزگاری خدا. When Jesus Christ agreed with what his Father had said. وقتی که عیسی مسیح موافقت میکرد با اونچه که پدر میگفت. That human nature in which sin arises deserves death. که طبیعت انسانی که از اون گناه بلند میشه سزاوار مرگه. And confirm his agreement by voluntarily allowing himself to be killed.
و تایید میکنه این موافقت رو با به صورت داوطلبانه اجازه دادن به کشته شدن. So he glorified God by his obedience. پس ایشون خدا رو با عبودیت خودش جلال داد. But he was dying so that the sins of people like us might be forgiven. پس که ایشون مرد که گناه آدمای مثل ما بخشوده بشه. So he also showed God's love and God's provision of salvation. پس ایشون همچنان اون محبت خدا و اون کارهای نجات بخش خدا رو نشان داد و به انجام رساند. So he glorified God by showing God's wonderful character in that way too. پس ایشون خدا رو جلال داد با نشان دادن شخصیت شگفت‌انگیز خدا به این شیوه. But he didn't speak only of God being glorified. اما ایشون تنها در مورد اینکه خدا جلال یابه صحبت نکرد. But he spoke of being glorified himself. بلکه از اینکه خودش هم جلال یابه صحبت کرد. And in this he revealed his faith. و به این شیوه ایمانش رو به اشتراک گذاشت و آشکار ساخت. That even as he contemplated death, he declared his faith that he would rise again. که هرچند که ایشون به مرگ فکر میکرد اما اعلام کرد که ایشون بلند خواهد شد. That God would glorify him by raising him from the dead. که خدا ایشون رو جلال خواهد داد با بلند کردن ایشون از مرگ. And allowing him to ascend to God's right hand. و اجازه دادن به ایشون که ایشون رو بر دست راست خدا بنشانه. Now then, the next thing he says we find in verse 34 and 35. چه موضوع دیگری که ایشون بیان میکنه در آیه 34 و 35 بهش برمیخوریم که اون رو میخونیم. حکمی تازه به شما میدم و اینکه یکدیگر را محبت کنید همان گونه که من شما را محبت کردم. شما نیز باید یکدیگر را محبت نمایید. از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستید. Okay. Now I just want to suggest to you the point at which these words come in the meal that Jesus Christ was eating. من تنها میخوام به این مسئله پیشنهاد بدم به اون نقطه‌ای که عیسی مسیح در اون غذا اون وعده غذایی بهش اشاره کرده. Can we look at Matthew's account of this occasion? به موضوعاتی به اون رکوردهای کتاب متی در این باب بپردازیم. It's found in Matthew chapter 26. در متی باب 26 بهش برمی‌خوریم. In Matthew chapter 26, Jesus Christ again told his disciples that one of them would betray him. در متی باب 26 عیسی مسیح دوباره به شاگردانش میگه که یکی از اونها بهش خیانت میکنه. Matthew chapter 26 verses 21 and 22. متی باب 26 آیه 21 و 22 رو با هم میخونیم. در حین صرف شام عیسی گفت آمین به شما میگویم یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد. شاگردان بسیار غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند من که آن کس نیستم سرورم. So you can see that that's the same thing that we've been talking about in John chapter 13. میبینید اون همون چیزی هست که در یوحنا باب 13 در موردش صحبت میکنه. And then we have verse 23, please. و آیه 23 رو در ادامه داریم. عیسی پاسخ داد آن که دست خود را با من در کاسه فرو میبرد همان مرا تسلیم خواهد کرد. And that's a reference to the piece of bread that we were given more detail about in John chapter 13. و این یک مرجعی به اون تکنانی هست که در یوحنا باب 13 بهش جزئیاتش پرداختیم. And we know that Judas was there when Jesus Christ told his disciples that he was going to be betrayed. و ما میدونیم که یهودا اونجا بود وقتی که عیسی مسیح به شاگردان گفت که ایشون بهش خیانت میشه. And it was Judas that he gave the piece of bread to. و این یهودا بود که اون تکنان رو بهش داد. And verse 25 of Matthew chapter 26.
و آیه 24 متی باب 26 که بهش میپردازه پس پسر انسان همان گونه که درباره او نوشته شده خواهد رفت، اما وای بر آن کس که پسر انسان را تسلیم دشمن میکند، بهتر آن میبود که هرگز زاده نمیشد. Then that even Judas asked Jesus Christ, is it me? Even though he knew what he was planning. که یهودا از عیسی مسیح میپرسه که آیا من هستم، هرچند که میدونست داره برنامه‌اش رو میریزه. And then from verse 26 of Matthew 26, the next thing that is described is Jesus Christ taking the bread and the cup of wine for the first time. و از آیه 26 متی باب 26 مسئله بعدی که توصیف میکنه اینه که عیسی مسیح نان رو پاره میکنه و برای اولین بار با شاگردان به اشتراک میذاره. But John chapter 13 and verse 30 told us that immediately after Judas had received the piece of bread that was dipped, he left the room, he went out. اما یوحنا باب 13 آیه 30 به ما میگه که سریعا بعد از اینکه یهودا اون نان رو گرفت بیرون رفت. So if we compare Matthew's account, Judas left the room and left the meal between verse 25 and 26. پس اگه مقایسه کنیم اون موضوعات کتاب متی رو، یهودا بین آیات 25 تا 26 اتاق رو ترک کرده. And as they were still eating, as they were finishing the meal, و در اون جایی که اونها همچنان داشتن غذا می‌خوردن و غذا رو به اتمام می‌رساندن، after Judas had left, بعد از اون که یهودا ترک کرد اتاق، Jesus Christ shared the loaf of bread with them in the way that we do on a Sunday. عیسی مسیح یک تکه نان رو با اونها به اشتراک می‌ذاره به شیوهی که ما در روز یک شنبه به اشتراک می‌ذاریم. And then he shared the cup of wine. و همچنین یک جام شراب رو با اونها به اشتراک می‌ذاره. Now if we just take a verse from Luke chapter 22, اگه آیاتی از لوقا باب 22 رو بهش بپردازیم، which is we've already seen is describing the same incident, که اخیراً این رو بهش پرداختیم و همون اتفاق رو داره توصیف میکنه، then just notice what it says about the cup in verse 20. در مورد اونچه که در مورد جام در آیه 20 بهش میپردازه میخوانیم. به همین سان پس از شام جام را برگرفت و گفت این جام عهد جدید است در خون من که به خاطر شما ریخته میشود. That the cup is described as the cup after dinner. که این جام توصیف میشه به عنوان اون جام بعد از شام. So when Jesus Christ used the bread and the wine, it was right at the end of the meal that he had eaten with his disciples. پس وقتی عیسی مسیح اون نان و شراب رو به اشتراک گذاشت، دقیقاً بعد از اون غذایی بوده که توصیف شده. That they were still eating, but the meal was coming to a close. اونها همچنان داشتن غذا می‌خوردن اما داشت به انتهاش می‌رسید. And Jesus Christ took the bread and told them to use it to remember him. و عیسی مسیح اون نان رو گرفت و به اونها گفت که به اشتراک بذارن برای یادآوری ایشون. And then the meal had finished, he took the cup that comes after the meal to use to tell them to remember him in that way. و بعد از اینکه اون غذا به اتمام رسید، جام رو گرفت و بهشون گفت که این رو به اشتراک بذارن به شیوهی که ایشون رو به یاد بیارن. And before he did either of those things, before he used the bread and the wine, Judas had left. و بعد از این قبل از اینکه هر کدام از این نان و شراب رو به اشتراک بذاره، یهودا ترک کرده بود اتاق. Now if we come back to John chapter 13, اگه بازگردیم به یوحنا باب 13، then John chapter 13 doesn't describe Jesus Christ using the bread and the wine like the other gospels do. یوحنا باب 13 توصیف نمی‌کنه عیسی مسیح نان و شراب رو به شیوهی که بقیه اناجیل توصیف می‌کنن رو. But I think you can see that the same point at which Jesus Christ uses the bread and the wine is about the time of verses 34 and 35 of John 13.
و اون نکته‌ای که عیسی مسیح در مورد نان و شراب بیان میکنه در آیات 34 و 35 یوحنا باب 13 است. That Jesus Christ was speaking about his death and his resurrection. که عیسی مسیح در مورد مرگ و رستاخیز صحبت میکنه. He was talking about glorifying God در مورد جلال دادن خدا through the things that he would do از طریق کارهایی که انجام میده and how God would glorify Jesus Christ. و چگونه خدا عیسی مسیح رو جلال میده صحبت میکنه. And then he said, I give you a new commandment. و در ادامه میگه من بهتون یک دستور جدید میدم. That you love each other in the same way that I have loved you. که شما یکدیگر رو دوست بدارید به همون شیوهی که من شما رو دوست داشتم. Now I think that Jesus Christ has the bread and the wine with him, certainly one of them, when he says that. و من فکر میکنم که عیسی مسیح در اینجا نان و شراب رو با یکی از اونها با خودش داره وقتی که داره این رو میگه. So he's asking his disciples to love each other. پس ایشون از شاگردانش میخواد که همدیگر رو دوست بدارن. In the same way that Jesus Christ has loved them. به شیوهی که به همون شیوهی که عیسی مسیح اونها رو دوست می‌داشت. When his attention is really focused upon his sacrifice. وقتی که توجه ایشون واقعاً متمرکز اون حالت مصلوب شدن و به اصطلاح قربانی شدنش هست. It's the context of his sacrifice when he says his disciples should love each other. در اون مسئله قربانی شدن هست که میگه که شاگردانش باید همدیگر رو دوست بدارن. So he's saying much more than I want you to be nice to each other. پس ایشون فراتر از این رو میگه که میخوام رفتارتون با هم خوب باشه. He's saying, look, I have given my life for your salvation. ایشون داره میگه که من زندگانیم رو برای نجات شما دادم. Now, I have sacrificed in the fullest possible way for you. که به شیوهی کامل که ممکن باشه برای شما قربانی شدم و فداکاری کردم. And I want you to sacrifice in the same way for each other. و ازتون میخوام که به همون شیوه برای یکدیگر فداکاری کنید. I want you to be prepared to sacrifice if it helps save your brother or your sister. من میخوام آماده باشید که فداکاری کنید اگه این کمک میکنه که برادر و یا خواهرتون رو نجات بدید. It's a love which is shown in being prepared to sacrifice. این محبتی هست که نشان داده شده در آماده شدن برای فداکاری کردن. And being prepared to sacrifice because it helps save somebody else. و آماده باشیم برای فداکاری کردن چرا که کمک میکنه که دیگری رو نجات بده. And he's putting, a really difficult standard for his disciples to follow. و این یک استاندارد دشواری رو برای شاگردان برای پیروی از اون ممکن ساخته و برقرار ساخته. I imagine Jesus Christ with the loaf of bread in his hands. تصور کنیم عیسی مسیح رو با تکه نان در دستانش. It would have been a piece of flat bread, and that is the normal bread of the Middle East that you will be very familiar with. امکان داره یک تکه از نان به اصطلاح ساجی که در خاورمیانه باب هست باشه که همه میشناسیم. And he has it in his hands and he's about to divide it. و یا اون تکه نان که sorry brother could you please repeat that one? He has that bread in his hands and he is about to divide it, to share it. و اون نان رو در دستانش داره که داره آماده میشه که اون رو به اشتراک بذاره با بقیه. And to give a piece to each of his disciples. و یک تکه رو به هر کدام از شاگردانش میده. And you can imagine him there with that piece of bread in his hands. و میتونیم تصور کنیم ایشون رو با اون تکه نان در دستانش. And he's saying, this is the symbol of how much I have loved you. و میگه که این نمادی از اون میزانی هست که من شما رو دوست می‌داشتم. This is the symbol of how much God has loved you. و این نمادی از اون میزانی هست که خدا شما رو دوست داره. Because he has
given his only beloved son for your salvation. چرا که ایشون تنها پسرش رو برای نجات شما داده. Now this is how I want you to try and love each other. و این شیوهی هست که من میخوام که تلاش کنید و همدیگر رو دوست بدارید. And that love is different to ordinary human love. و اون محبت کاملا متفاوت هست به زندگانی نحوه دوست داشتن یک انسان معمولی. As I say, it's not just being nice or being kind to another person. و این به معنی خوب بودن و مهربان بودن نسبت به دیگر نیست. It's about being prepared to sacrifice to help somebody else find or to stay in the salvation of God. و این در مورد آماده شدن برای قربانی فداکاری کردن، کمک کردن به دیگری برای نجات یافتن. And that other people should be able to notice. و بقیه بایستی قادر باشن که به این مسئله رو بهش توجه کنن و بفهمن. That the followers of Jesus Christ are different to other people. که شاگردان عیسی مسیح متفاوت هستند نسبت به دیگران. Because of the quality of the love that they have for each other. برای اون کیفیت محبتی که نسبت به دیگر دارند. And again, this is not a situation where we can compare each other. و این موقعیتی نیست که ما بتونیم همدیگر رو مقایسه کنیم. And start to say, well, you know, I think I love more than that brother, or I love more than that sister. که من بگم که من بیشتر از اون برادر فلانی رو دوست دارم یا بیشتر از اون خواهر محبت میکنم به دیگری. None of us can match the love of the Lord Jesus Christ. هیچ کدوم نمیتونیم اون محبت سرور عیسی مسیح رو بهش برسیم. And we have to focus not on other people but upon ourselves. و ما نیازه که تمرکز کنیم نه بر دیگران بلکه بر خودمون. Are we sacrificing for our brothers and sisters? آیا ما برای برادران و خواهرانمون فداکاری میکنیم؟ Are we showing the type of love that Jesus Christ asks us to show? آیا ما اون شیوه محبت رو، نوع محبتی رو که عیسی مسیح از ما میخواد به اشتراک بذاریم رو نشان میدیم؟ In the final verses of this chapter, و آیه انتهای این باب Peter picks up on what Jesus Christ has said. پتروس اون چه که عیسی مسیح میگه رو بهش میپردازه. When Jesus Christ said, "Where I am going, you cannot come." زمانی که عیسی مسیح میگه که اون جایی که من میرم تو نمیتونی بیای. Peter wanted to know why he could not follow Jesus Christ. پتروس میخواست بدونه چرا نمیتونه عیسی مسیح رو پیروی کنه در اون. Jesus Christ told him, عیسی مسیح بهش گفت well, you cannot follow me now, but you will follow me later. بهش میگه که خب نمیتونی الان با من بیای اما بعدا خواهی آمد. And we understand that at the end of his life, then Peter was killed for his faith in Jesus Christ. و ما میفهمیم که در انتهای زندگانیش پتروس برای ایمانش نسبت به عیسی مسیح کشته شد. He did follow Jesus Christ in the way that he died. ایشون عیسی مسیح رو به شیوهی که مرد پیروی کرد. Can you read verse 37 and 38 of John chapter 13, please? یوحنا باب 13 آیه 37 و 38 رو میخونیم. پتروس گفت سرورم چرا اکنون نتوانم از پیت بیایم؟ من جانم را در راه تو خواهم نهاد. عیسی گفت آیا جانت را در راه من خواهی نهاد؟ آمین آمین به تو میگویم پیش از آن که خروس بانگ بزند 3 بار مرا انکار خواهی کرد. And you see, Peter has started to understand that Jesus Christ is speaking about his death. و می‌بینیم که پتروس داره میفهمه که عیسی مسیح داره در مورد مرگش صحبت میکنه. He says, why can't I follow you now? بهش میگه که چرا نمیتونم الان از پیت بیام؟ I am ready to die for you. آمادم که برات بمیرم. So he had understood that Jesus Christ was talking about dying when he had said he would be in a place that the disciples could not be with him. و ایشون فهمیده بود که عیسی مسیح داره در مورد مرگ صحبت میکنه جایی که شاگردان قادر نیستن باش بیان. And Jesus Christ gently told him that actually he would deny Jesus Christ that night. و عیسی مسیح در واقع بهش گفت که در حقیقت من رو انکار خواهی کرد. That Peter had not yet developed the fullness of faith
that he would after the resurrection. که پتروس هنوز اون ایمان کاملی که در رستاخیز بهش داده میشه رو توسعه نداده. He was not yet strong enough in faith to give his life for Jesus Christ. ایشون هنوز به اندازه کامل نبود از لحاظ ایمانی که زندگانیش رو برای عیسی مسیح بده. But I just want you to notice how those verses confirm that Jesus Christ has been speaking about his death. من میخوام توجه کنید که چطور این آیات تایید میکنه که عیسی مسیح داره در مورد مرگش صحبت میکنه. Because next week, God willing, we want to think about John chapter 14. چرا که هفته آینده بعد اراده خدا میخوام در مورد یوحنا باب 14 صحبت کنیم. It's a chapter that many people misunderstand. بابی هست که بسیاری از آدما به درستی اون رو نمیفهمن. And it will help us to understand John chapter 14 correctly. و به ما کمک میکنه که یوحنا باب 14 رو به درستی درک کنیم. If we remember that it comes as part of a conversation where Jesus Christ and his disciples have been talking about the death of Jesus Christ. اگر توجه کنیم که این از قسمتی از اون گفتگویی میاد که عیسی مسیح و شاگردانش در مورد مرگ عیسی مسیح صحبت میکردن. Okay, but our time is finished for today. زمانمون برای امروز به انتها رسید. So thank you for your company. مرسی از حضورتون.